6 سال وقفه می توانند برای انتخاب پارلمانشان شرکت کنند. یا کسایی بودند که کشور ما را میراث جنگ‌های ملی و بین المللی ساختند. سنسیتیوترین کسا بودند در جامعه که میخواستند که کشور ما را به یالت رساند یا باید محاکمه بین المللی و ملی شوند. شما به کسی رای بدین که در قدم اول به زنان احترام قائل باشند. از برای کمک از که به شما رای بدید. نفر امنیت یا میشه خارج کنید. بیرون شد. ما با مجلس میگم که از مجلس خارج شود دیگه در مجلس داخل شده نمیتونه. ما اگه خودم کاندید کردیم صرف و صرف به این خاطر است که اول باید دشمن افشا بسازم، دشمنای زنای افغانستان. ما چند نفریم پیدا کردیم.